محصل به معلمش گفت من میخوام خیلی ثروتمند شم. معلمه گفت مطمئنی؟ گفت بله. گفت فردا صبح دم بیچ. محصل میره دم بیچ، معلمه میره وسط آب، میگه محصل با هم بیا تو آب. محصل میگه میخوام ثروتمند شم، چرا نمیخوام شنا یاد بگیرم؟ گفت نه بیا. سر ایشون معلمه سر محصل که از زیر آب یه 20-30 ثانیه نگه داشت. محصل هی میخواست از آب بیاد بیرون که نفس بکشه. برخلاص بعد 30-40 ثانیه ایشون سر محصل آورد بالا. محصل گفت شما چی شده؟ زده به سرت؟ چرا میخوای منو بکشی؟ چرا اینطوری کردی؟ گفت اون حسی داشتی که میخواستی نفس بکشی، همون حس رو با راجع به ثروت و موفقیت باید داشته باشی که بتونی بشی توی جامعه یه کسی که مردم اسم شما رو بشناسن. یعنی با اون انگیزه که میخواستی نفس بکشی، با همون انگیزه باید کار کنی، با همون انگیزه باید درس بخونی که یعنی من باید نفس بکشم، من باید موفق بشم.